من همین الان از سر کار اومدم و یه چیزی خریدم که بیاید ما هم دیگه آنباکسش کنیم. میکروفون که از واجبات بود، واقعا خیلی بهش نیاز داشتم و بالاخره خودم نخریدم ولی بالاخره تونستم بخرم با اصرارات فراوان. اما امیدوارم کیفیتش خوب باشه چون من هیچی در مورد میکروفون نمیدونم. امیدوارم وقتی صاحبکارم این ویدیو رو میبینه کلمو نکنه. محتویات توش: سیم کابل USB iOS، این تبدیلی ها. سیم شارژش اگه اشتباه نکنم. بریم سراغ محتویات خودش. 3 تاست، 2 تاش میکروفونه، یکیش اگه اشتباه نکنم که با سیم وصل میشه به گوشی. حالا نمیدونم کدومش باشه. RX این روش زده RX، یکی هم روش زده TX داره. هنوز اینم 2 تاش TX که فکر کنم برای حالا ضبط کردنه، یکیش RX میخوره برای پشت گوشی. آره توضیح داد، گفت این میخوره به گوشی، وصل میشه با سیم به گوشی. اینا هم که بدون سیم وصل میشن به چیز. حالا کنم شارژ نداره. روشن شد. این اونجوری که توضیح داد با سیم وصل میشه به گوشی. حالا که معلومه مثلا شارژ نداشت چون خود طرف من گفت شارژ داره توش، ولی چون روشن نشد پس مسلما شارژ نداره. اینم شارژ میشه. میام تا تستش کنم. من بعد 3 ساعت اومدم و بلد نیستم باش کار کنم. نمیدونم الان داره کار میکنه یا نه. امیدوارم که کار کنه. من هیچی از این بلد نیستم، هیچی. بذار بدم مامانم ببینم صداش میاد. چیزی بگو خانم صدا ضبط میکنه. واقعا که نگاه کن دنیا آخر خرایی. خب من خودم اومدم گویا اینکه صدا ضبط میکنه. آقا حل دیگه. به نظرم چیز خیلی خوبیه نی؟ والا اینکه داره ویدیو میگیره صدا رو نمیدونم. قیافه داغون من رو پذیرا باشید لطفا، خیلی خستم. همین دیگه. خودش که این شکلی بود. یکی دیگه هم شبیه همین داره. رو 2 تاش نوشته TX، یکیش هم نوشته RX. RX وصل میشه به گوشی با سیم. این هم که همینجوری میخوره تو یقت. حتی من نزدم، چیز خاصی نداشت. همین دیگه. میبینمتون.